خدمات مرزبانی قرقیزستان خبر داد که شام 11 مای سال 2022 تخمینا ساعت 23 دقیقه در موضع قرولتپه نویه جان علای ولایت اوش 8 شهروند قرقیزستان ساکنان دهه نزد مرزی قرمیق در ماشین تویوتا غیر قانونی مرز قرقیزستان با تاجیکستان را عبور کرده به نزد یک واحد قشونهای مرزبانی تاجیکستان رفتند و به آنها وارد رد و بدل لفظی یا به تعبیر دیگر وارد رزبار شدند. شهروندان قرقیزستان که در حالت مستی قرار داشتند به مرزبانان تاجیک در مسائل گوناگون اظهار ناراضگی کردند. با شرافت عملهای درست و منظم مرزبانان قرقیزی که در آن خطه مرزی خدمت می‌کردند، شهروندان قرقیزستان را به قلمرو قرقیزستان برگردانیده به کارمندان میلیس سپردند. گفته می شود در خبر جانب تاجیکستان تا کنون این قضیه را شرح نداده است. نویه جان اولای با نویه لخش یا جرگتول در وادی رشت و قسما با ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان هم مرز است. گذرگاه قرمیق در مرز با نویه لخش جایگیر شده است. بنا به اطلاع جانب قرقیزستان در پی قضیه اخیر بلافاصله ملاقات یاوران نمایندگان نهادهای مرزبانی قرقیزستان در سمت اوش و تاجیکستان در سمت لخش دایر شده. در جریان آن جانب‌ها جهت در آینده را ندادن به چنین حادثه ها همچنین به طور فوری حل کردن هر تغییرات پیش آمده در مرز توافق کردند. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 983 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون حدود 330 کیلومترش تعیین و یا علامت گذاری نشده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه مناقشه ها رخ می‌دهند. در پایان ماه اپریل سال 2021 در خونین‌ترین مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 55 نفر کشته و 240 کس دیگر زخمی شدند. از اول سال 2022 در چند درگیری در مرز این دو کشور 4 نفر از جانب تاجیکستان کشته شده، 20 تن دیگر از هر دو طرف جراحت برداشتند. ولی مرز ولایت اوش با تاجیکستان تا حال نسبتاً آرام‌تر به نظر می‌رسد.